أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما وتما يارو باوتكنا الله يتقلين تقين شيطانا. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هما که فروشند گو الله کتگین کول و قرار رنچ آیه مهر کنگا و محکم کنگا و پروشند همه چیزا که الله آیی کور کنگ حکم داتگ و پسادکاری کنه زمین تها همیشن تاوان وروک و تاوانبار و خسارت کنوک. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. چه ودا شما نمانید کفر کنید گو الله حالان که شما مرده گتید نو الله شما را زنده کد. کنتم امواتا شما هی نبیتگه شما نام شما انسانانی هی نام گرگ نبیته شما را الله نیستا هست کده. کنتم امواتا فاحیاکم شما مرده گتید نو الله شما را زنده کد. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. پدا شما را کشید و پدا شما را زنده کند. چه دومی زنده کنگا چه کبران پاد کنگ مرادند. پدا شما الله نیمگا همایی نیمگا ترینگ بید. ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هما انت آزاد که به شمای جور کتگن هرچی که زمین تها هست پهک. پدا متوجه بیت آزمان نیمگا گرا برابری کتن 7 آسمان. آسمان ایک 7 طبقند. پدا برابری کتند 7 آسمان و هو بكل شيء علیم و بزا الله هر چیزا شر زانو کند. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وحدی که گوشتی پروردگارا ملائکتا که من جور کنا زمین تهای پشت بدی. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. گوشت ملائکتا که ایا تو جور کنه زمین تها همایا که فساد کاری کن تو زمین سرا و خون ریچی کند. ملائکتان یه گوشک پس زد و حسد نیاد پکینگ نیاد بلکه آیه حقیقت و حکمت پدر کنگ واسه آیان یه هبر تها کمی همو که همی رحبندش گچین کد. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. گوشت ملائکتان که ایا تو جور کنه عد و پیم کنه آیه تها همایی که خرابکاری کند فسادکاری کند آیه تها و خون ریچی کند. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ما وانین تی شریان و تی پاکیان بیان کنی. قال إني أعلم ما لا تعلمون. آیه بزن الله فرمایید که من زانا همایی که شما نزانید.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وتعليم دات الله ذو الجلال حضرت آدم عليه السلام دراهی نامانی بزن دنیای تا هرچی که هست درستانی نام الله گو حضرت آدم علیه السلام گوشتن تو آیی تعلیم داد. پدا ملائکتانی دیمی یر کتند گوشتی که منا بگوشید گو ایشانی ناما اگر شما راست گوشو کت. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گوشتش که تی ذات پاکند که ما را دیگه علم و ذات نیست بید همایی که تو ما را تعلیم داتگ بیشک که توی پا دلین زانو کو شرین و جوانی خیرکار. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. گوشتی که ای حضرت آدم بگوش گو ایشان آیانی ناما نو وحدی که حضرت آدم علیه السلام آیانا سرپد کد پا آیانی ناما الله ذوالجلال گوشت که ایا من نگوشتک شما را که من زانا چیرینه آزمانانی و زمینه و من زانا هرچی که شما ظاهر کنه تو هرچی که شما چیر دید. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وحدی که ما گوشت ملائکتان که سجده بکنید حضرت آدم علیه السلام نو آیا سجده کد ابید چه ابلیسا که آی نمن تو و تی مزن زان تو تکبر کتو آبید چه نمن نوکان و کافران. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. او ما گوشت که ای حضرت آدم بنند توتی جنین بهشتا و برید چه آیی دلت با هر چی که شما دل بلوتید چه هر کجا که بلوتید و نزدیک مرید یه درجه که شما چه ظالمان بید. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. نو شیطان رد داتند پایی نو دری کتند آدوین چه همه جاگاه که بود نیندو کتند و ما گوشت که یر بکپید که شما یک و دیگر دشمنید چه یه دشمن مراد حضرت آدم علیه السلام و شیطانند یا حضرت آدم وتی چوک و چوکزاد که یک و دیگر دشمنند. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. و پس شما زمین تها نندگ جاگه هست و زندگی سامان هست تا یک وحدی. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نزرت حضرت آدم علیه السلام چوتی پروردگار نیمگا لحتی خبر چه خبر مراد همی دعایت که حضرت آدم علیه السلام کت وتی رب دربارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
پدا الله آیه توبه قبول کد فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. پدا الله حضرت آدم توبه قبول کد، بیشک الله مزنین توبه قبول کنو کو مهربانی. قل نحبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما گوشت که یر بیاید چودا درها نو وحدی که عاطف به شما چه منی نیمگا رحشونیه نو هر کسا که رنگیری کد منی راهه نو نه آیانی سرا ترس بیتو نه که گمیگ بند. والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و هما که نمنوک بیتن تو کافر بیتن تو دروغ بندش کتند می آیات و نشانی همیشن دوزوهی ودا همیشگی جهمنندند. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرهبون. ای حضرت یعقوب اولاد اسرائیل، حضرت یعقوب علیه السلام نیم نام و لقب بیتگ یهودیان بنی اسرائیل پمشا گوشگ بید که حضرت یعقوب علیه السلام چوک و چوکزاد کند. حضرت یعقوب علیه السلام یک 12 چوک بیتگند پمشا یهودی 12 کبیله تها بحر بیتند. یک قوم تها بزام بنی اسرائیل قوم تها الله بعضیم پیغمبری دیم داد. ای حضرت یعقوب اولاد یا بنی اسرائیل یاد بکنید منی همه احسانا که من شما سرا کتگ و پوره بکنید منی قول و قراران. قول و قرار همیشد که وحدی که نبی آخر الزمان محمد عربی صلی الله علیه وسلم دنیای کهید و را شما آیه سرا ایمان و یقین بیارید و آیه رنگیریا بکنید و را من هوتی قول و قرارم پوره کنا و همه ذلت و رضوایی که من پشمه گناهانی سوابا شما سرا ییر کتگ آیا من دیر کنا و شما را بهشت برا. الله فرمایید ای حضرت یعقوب اولاد یا بنی اسرائیل یاد بکنید منی همه احسانا که من شما سرا کتگ انعمت علیکم و اوفو بعهدی اوف بعهدکم او پوره بکنه منی قول و قرارا من پوره کنم شما قول و قرارا و ایای فرهبون او یه وقت چه منا بترسید. و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمن قلیلا و ایای فاتقون. و ایمان بیارید همه چیز سرا که ما نازل کتگ باوردارو کند همایی که گون شما این تو مبت اولی نمنوک آیی او بها مکنید منی آیاتا فکن مکین نهادیا و یه وقت چه منا بترسید. اذا مراد قرآن اند ایمان بیارید همه چیز سرا که ما نازل کتگ آمنو بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. و هور مکنه حقاکم باطلا که شما چی ردد حقا حالان که شما آیه زانید. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. و برجاه بدارید نمازا چه اندازه نماز الله تأکید کتا سفارش کتا ما کلام الله مجید تها مروچی جماعت تبلیغی قایم لوگانی دپا در جنند ما و تا چی رده جماعت تبلیغی ما را منتوارن که دمسی تا بیایت نماز بانید ما هماوتی چوک و جنینان سفارش کنه که جماعت تبلیغی ظاهرا لوگان دپا بندید و اگر شما را جز کو بگو لوگا هیچ که نی مردین نی
چه اندازه الله سفارش کته نماز باروا و اقیم الصلاة و آتوا الزکات و زکات باریا. ای مالداران، ای که مالش هستین، ثروتش هستین، این مال و ثروتان الله یک جای دیگه فرمایش کن که ذخیره مکنید و تی طلا و نقره آخرت همی طلا و نقره جمع کنه که بنتو و دا جهنم گرم کنه که بنتو اولا شما دیم دا کنه که بی که وحدی که گریبان و تنگ دستان و چوریان چیزی چه شما طلب کته شما دیم تاب داته. اولا شما دیم کرچ کته الله فرماییم اولا ما شما دیمان داگ کنه و رنده شما کشان على وجوههم و جنوبهم. اولا شما دیمان داگ کنه و رنده شما کشان که شما دیم کرچ کته چا جسکنو که چا گریب و تنگ دست و چوره و رنده شما کش مانداته، رنده شما کشان داگ کنه گو همه طلا و نقره که شما دنیای سرا وقت یر کتگو زهیره و کتگا. همی اندازه الله جل جلاله زکات بارا و فرماینید و اقیم الصلاة و آتوا الزکات وارکعوا مع الراکعین و رکوع بکنید گون رکوع کنو کان. مروچی ما لوگا وقت نماز وانی ماکشی ما همه نماز وانی مسیطا ما نرین، در حالی که الله فرماینی و نماز کنو کان نماز بوانید. مراد سر رکوع نمازیں، مراد نماز جماعتیں. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. آیا شما حکم ده مردمان نیکیه و تا بی‌حیال کنید حالان که شما وانید کتابا؟ آیا شما نفهمید؟ واستعینوا بالصبر والصلاة و کمک بلوٹید، استعانت بلوٹید، کمک بلوٹید پس صبر و نماز. صبر و نماز هر دو الله والای مردمانی واسه دو مزنی سلاحند. یه دویم باز فایده مندین چیزند، یکی نماز یکی صبر. هر کارا انسان صبر بکن و یکی نماز بانید. پیغمبر علیه السلام حدیث مفهومه میگه که یک اهمین و مشکلین کاری پیش آد گوڑا پیغمبر علیه السلام دیم گو نماز داتو نمازی وند. و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. بیشکیه بزن نماز گرانی چیزی بید آجزی کنوکان سرا. نماز پا نمنوکان، نماز پا کافران، نماز پا منافقان و دو دیمان باز گرانی چیزی بید آجزی کنوکان سرا. پایان ارزانه، پایان که الله دیما آجزی کنند. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون. همایند کجام؟ هما که الله دیما عاجزی کنند، نماز وانند، صبر کنند. همایند که صدقند که دیک ورنگوتی پروردگارا و آیا همای نیمگا بزن رب نیمگا شهر کنگی انتو و تربیگی انت. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. او حضرت یعقوب علیه السلام چوک و چوک زاد کان یاد بکنید منی همه احسانان که من شما سرا کتگ و من شما را مزنی داتگ دراهین جهان تها. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. و بترسید چه همه روچاک کارا نیت هیچ کس آدگره یک کموکی و زیرگ نبی پا آئی سفارشی و نه که زیرگ بید چه آئی بدل و عوضی و نه کمک کنگ بند. بزن بید الله حکم و اجازت او دا هیچ کس سفارش کت نکند دیگه، هیچ کسی سفارش او دا قبول کنگ نبید. و پدا دومی چیز همیشه این که سفارش همایانی واسطه کنگ بید که اسلام و توحید سرا مرتگند، که کفر و شرک سرا مرتگند آیانی سفارش
هیچ نبید. انچو که الله جل جلاله فرمایش کنه دیگه جاگاهی سوره مائده یا که انه من یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنه. هر کس که گو الله شریدار ارد بکند بیشک الله بهشت آیه واسطه حرام کته. الله جل جلاله ما را و شما را چه شرک چه کفر چه دودیمی و منافقیا چه یه نادراهیان الله ما را و شما را برکینا جمی مسلمانا انشاءالله. الله ما را و شما را جنت الفردوس نصیب بکن. الله جل جلاله ما را و شما را چه آس جهنم برکینات میگو شما والدینا و جمی مسلمانا انشاءالله. صدق الله العظیم. رمضان المبارک 22 سحر شنبه روزین الله جل جلاله ما شما درستی مسلمانانی نماز روزه و طاعت و عبادت قبول بکند. الله جل جلاله ما شما درستی مسلمانانی گناهان زندگی و مردگانی را به برکت همین ماه مبارکا ببخشید و پهل نمکن انشاءالله. الله جل جلاله به برکت قرآن به برکت یه ماه مبارکا به حرمت وتی نبی صلی الله علیه وسلم میگو شما جوانان میگو شما عزیزان چوکان فرزندان جنین و مردینان براتان گوهران درستان الله جل جلاله انشاءالله اهل قرآن بکن، اهل مسجدش بکن، اهل نمازش بکن، اهل شیطانش مکن. السلام علیکم و رحمت الله. التماس دعا.